برای ما گذاشته، از دو خاطر سبب رحمت برای ما گشته. الله متعال میگه که پیغمبر علیه السلام سبب رحمت برای کلگی است. والذین یؤذون رسول الله، کسانی که اذیت میده پیغمبر الله را، لهم عذاب الیم، برایشان عذابی دردناک است. اذیت عام است، اگر به قول اذیت میده، به فعل اذیت میده، به هر کدامش که باشه، یا ازواج مطهرات قطع و طعن میگه، یا خودی پیغمبره یا صحابه پیغمبره. یحلفون بالله لکم لیردوکم، قسم میاد میکنه به نام الله به خاطر که شما را خوش بسازه. اگرچه عمل خوب درست نکرده، لیکن به زبان خود قسم یاد میکنه که شما را قناعت بده و شما از پیشش خوش باشه. جلاس ابن سوید و یکی دیگهش به نام ودیعه ابن ثابت میگه و چی است؟ یک گپ گفته بود و گفته بود اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم راست میگه، نعوذ بالله میگه خود خر خطاب کردن. در اینجا یک صحابی است که به نام عامر ابن قیس یاد میشه. یک بچه انصاری است، در این فکرشان نبوده که در بین ازیا بود. باز عامر ابن قیس برشان میگه که به الله قسم شما خر هستی، چرا که پیغمبر راست میگه دروغ نمیگه و شما خر هستی. باز دیگه ای گفت ما به پیغمبر ای گپ میرسانم. وقتی به پیغمبر میرسانید گپ، پیش از پیش الله آیاتا را روان کرده بود. باز همین مردکه نعوذ بالله ذلیل بود، در رکاب پیغمبر خود انداخته بود در پایش که پیغمبر معاف کنه شد. الله متعال همه حالات بیان میکنه که این مردما اینمی قسم قسما را میخوره در زبان، حالا که در قلبشان اراده غلط داره. کدام است؟ اینی قسم است. یحلفون بالله، قسم یاد میکنه به نام الله لکم، برای شما، لیردوکم، که شما را خوش بسازه. والله و رسوله حق، الله و رسول الله متعال خیلی لایق است یردوه که راضی کرده شوه، راضی کنن شه. اینجا ضمیر مفرد آورد از الله و رسوله، چرا که رضامندی رسول، رضامندی کیست؟ الله متعال است. ان کانوا مؤمنین، الله خیلی لایق است که یردو که راضی بساز الله را. ان کانوا مؤمنین، اگر واقعا مؤمن هستند، تقاضای ایمان است که چی بکنه؟ الله و رسول الله را راضی بسازه با عملی کردن با طاعت و عبادتی که الله فرمان داده و رسول الله صلی الله علیه و سلم نقشه داده. الم یعلموا انه من یحادد الله، آیا نمیدانند که یقینا کسی که مخالفت میکنه از الله و رسول الله، یعنی دشمنی میکنه با الله و رسول الله، چه قسم دشمنی میکنه؟ فان له نار جهنم، بله، کسی که حدود الله را مراعات نمیکنه، تجاوز میکنه از حدود الله و رسول الله، یقینا بری تو آدم نار جهنم است، همیشه است اونمو نار جهنم. ذلك الخزي العظیم، یقینا رسوایی خیلی بزرگ است. الله متعال در اینجا بیان میکنه که عمیق گپ یا ندانستن که مخالفت الله، نعوذ بالله، نه پیروی کردن از احکام الله و رسول الله، این سبب دخول جهنم است. پس وقتی که سبب دخول جهنم است، کوشش و که چیزی را پیدا بکنه که سبب دخول جهنم نشوه، این کار باید بکنه و او وقتی میشه که مکمل تسلیم به الله شوه و همین تسلیمی الله را در نقشه پیغمبر پیاده کنه در زندگی خود. ذالک الخزي العظیم، یقینا رسوایی خیلی بزرگ است. مخالفت الله و رسول این رسوایی بزرگ است. چرا؟ به خاطر که الله متعال شخص همونطور نمیمانه، ذلیل میسازش، یا در دنیا یا در آخرت حتمی است. خب بس اوقات در دنیا هم الله متعال رسوایی آدم نمایان میسازد. یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره، حراس داره منافقا که نازل کرده شود بالای علیهم، بالای پیغمبر علیه السلام، سورتون، یک سورت، تنبئهم که خبر میده از این منافقین، بما به او دشمنی، به او نعوذ بالله افکار غلطی که فی قلوبهم در دلهایشان است. قل استهزئوا، بگو پیغمبر علیه السلام شما استهزا کنه، خیر است، این دنیا یک چند روز خوی کارا را میکنه. ان الله مخرج ما تحذرون، الله بیرون کننده است ما او فکر غلطی که تحذرون است، شما از پیشش میترسی، یعنی کدام اراده غلطی که داره شما از پیش میترسی، او را الله متعال بیرون کننده است.
در اینجا منافقین خود اعمال ناشایسته داشتن، در قلب ایمان نداشتن. از همون خاطر وقتی که وحی الله می آمد خیلی حالات در او بیان کرده شده می بود. از او خاطر یا یک دفعه ترسیدن که کدام صورت نبیه و امو ما فی ضمیر ما را که دشمنی و بغض با مسلمان است یا فکرای غلط است یا او چیزی که وا میخواستند در دل خود که شکست مسلمان است او را برملا نسازه که با سخت رسوا میشه. از او خاطر یا خیلی میترسیدن. الله متعال میگه که شما استهزا بکنه، یعنی که در دل نیت و اراده صحیح نداری، در ظاهر نعوذ بالله شما مردم دعوت به نیت و اراده صحیح میکنه، در حقیقت چی است؟ این استهزاست. در حقیقت این استهزا بالای دین الله و بالای خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در دل چیزی نداره اما در زبان ظاهر میکنه برای پیغمبر علیه السلام. بس اوقات منافقین نعوذ بالله گپای غلط و چی را بی مفهوم هم میگفتن، به خاطر زیای وقت پیغمبر علیه السلام این گپا را میکردن و این مفهوم استهزا را داره، چرا که پیغمبر از امر مهمش منصرف ساختن، مشغول ساختن، یا یک نوع استهزاست بالای پیغمبر علیه السلام. علما نوشته میکنه که کسی که استهزا به پیغمبر میکنه کافر است، چرا که پیغمبر علیه السلام استهزا کردنش نعوذ بالله نه قبول کردن حکم و فرمان الله متعال است، نه عقیده داشتن است. از او خاطری سبب کفر میگرده. باز علما نوشته میکنه که کدام علمای حقانی که وارث پیغمبران علیهم السلام است یا باید استهزا و رشخند نشوه، چرا اگر شوه امی حکم در بر میگیره. تاسف در اینجاست که در بین جامعه ما ذلیل ترین شخص عالم می باشه. چرا عالم می باشه؟ مستری و دکاندار هم سرش انتقاد میکنه، چرا این کار نکردی؟ یک آدمی که کراچی چیز سبزی میفروشه عموم سری ملا انتقاد میکنه، ملک و وکیل و حاجی خواه چشما را میکشه. قاری گفته قاری صاحب دادای نشنه میه، قاری مولا و مولا همینطور صدا میکنه، اعتراض انتقاد هم میکنه. زمانی که خودش میگی کلمه را ترجمه کردن نمیتونه. علتش است که در جامعه ما عالم حیثیت خود از دست داده و البته این از دست دادن حیثیت از دست خودش است، چرا که ملت از مزایای دین آگاه نکرده. کسی که مزایای دین بدانه اهل دین احترام میکنه، حیثیتش نگاه میکنه، قدر و منزلت برش قائل میشه. اما یا مزایای دین به مردم بیان نکرده از او خاطر قابل قدر نیسته. این به مثلی است که یک پدر اولاد خود مزایای دین برش بیان نکنه، مقام والای پدری را امو اولادش نمیشناسه. از امو خاطر در ایام بزرگی و ضعیفیش قابل احترام اولاد قرار نمیگیره، بلکه توهین و تحقیر میشه، چرا که به دست خود چاره به خود کنده. اگر اولاد به قرآن میشان، قرآن دستور میده که به پدر و مادر اف قدری هم گفته نشوه، که انشالله در آینده در ترجمه برای ما و شما میآید. پس اینجا علما مگر مزایای دین به مردم بیان نمیکنه، قدر و منزلتشان مکمل پیش مردم از چشم افتاده است، یعنی و هیچ قدر و منزلت مولا امام نمیکنه. تعجب خود دریج است، سری دریور کسی انتقاد نمیکنه که چرا این قسمی دریوری کردی، سری زرگر، سری نجار، سری آینگر، سری مستری، هیچ کس انتقاد. تو برش سعی میکنی ساتا دا موترید میبره، مستری یک دفعه میچوکشه، یک دفعه پس باز میکنه، یک گفته نمیتونی که چرا که یاد نداری چرا می کار میکنی. اما سری مولا کلی مردم اعتراض میکنه، چرا؟ دین پیششان اهمیت نداره. اگر کسی بفهمه انتقاد کنه هیچ کدام پروایی نیست، خصوصا که برای اصلاح باشه. اما که نمیفهمه، معلومات کافی در مسائل دین نداره، اما مورد انتقاد میکنه. الله متعال اینجا امر که میکنه برای منافقین که شما استهزا بکنی، این امر برای انجام عمل نیست، این تهدید است. تهدید مثل که یک آدم تو خواب تصمیم گرفته که لط میکنی، باز برش میگم که حالی هر چی میکنی بکو، باز ما و تو میفهمیم که باز چی میبینی. تو حالی هر چی که میکنی بکو، خب باز میفهمی که چی میبینی. الله متعال منافقین هم میگه که شما خود از ظاهر نعوذ بالله اینطور کلمات استعمال میکنی که سبب استهزاء ای پیغمبر میشه. این کارای تو نبکنی خود تا کیه. باز میبینی که الله چه رقم
رسوا کننده است شما را. از او خاطر بعد از او گفت که ان الله مخرج ما تحذرون، الله متعال بیرون کننده است آن چیزی را که شما حراس داره که سر ما فاش نشود. یحذر المنافقون، حراس داره منافقان، تنزل علیهم سورتون که نازل کرده شود بالایشان، یعنی بالای مسلمانان، سورتون یک سورتی که تنبئهم خبر میده مسلمانان را بما فی قلوبهم، و او نعوذ بالله عقاید و مفکوره های غلطی که در قلبای منافقین است. قل استهزئوا، الله میگه بگو پیغمبر علیه السلام برای از شما استهزا کنه که در دل یک چیز میگه در زبان دیگه چیز میگه، این ریشخند است. ان الله یقینا الله متعال مخرجون، بیرون کننده است ما آن چیزی را تحذرون که شما میترسی از او. کدام چیزی را که میترسی او حتما الله ظاهر میکنه. آدم وقتی که گپش ناحق باشه او متردد و متزلزل میباشه، همیشه خوف داره که همین جنایتم برملان نشوه، از او خاطر کل عمرش در مرض تیر میشه. فی قلوبهم مرضون، در دل منافقین مرض است. یکی از مرضای اینمیسته که او مطمئن نیست، زندگی آرام نداره، همیشه در قلق و اضطراب میباشه که من بادا جنایتم به مردم آشکارا نشود. از امو خاطر است انسان در کدام راه حقی که روان استی از ابتدا به مردم برملا بساز، هیچ دقیقی از این نشو، به خاطر که حق استی هر کس انتقاد برات میکنه از روی دلیل برش جواب بگو. از او خاطر ما دوستایی که اینمی طور عقیده را میپذیره ضرورت به پنهان کردن نیست، عقیده حق است ظاهر بکو، متزلزل زندگی نکو که آلی از حالتم کسی خبر نشوه، بان کی خبر شوه، کسی انتقاد داره برش جواب بگو، چرا که گپت حق است. نعوذ بالله این شیوه منافقین بود که او طرف میترسیدن که ما بادا مسلمان ها از رازای قلب ما چی شوه آگاه شوند، باز ما پیششان روی آبرو نداریم. ملاها و علما هم باید پیش از پیش به مردم همون چیزی خدا بگوید که آینده حالتت برملا شوه و تو را بسیار به ذلت از مسجد بکشه. او طور کار نکو، بلکه حقیقت امر به مردم بگو، آن چیزی که حق است، آینده هیچ متزلزل نباشی. ولا ان سالتهم لیقولن انما كنا نخوض، اگر تو از پیشش سوال میکنی یا میگوید در جواب انما كنا، یقینا ما بودیم، نخوض که مشغول میشدیم، یعنی ما ساتیری واری میکردیم، و نلعب مذاق میکردیم، خوشطبی میکردیم. ایرا میگه عذر گناه بدتر از گناه. الله چی میگه؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام بالله، آیا با الله و آیاتی، با آیات الله و رسولی، با رسول الله کنتم شما بوده تستهزئون استهزا میکرده. این خود کفر با وحی است. شما با الله و رسول، آیات الله و رسول الله استهزا میکنه، این خود کفر ظاهر است، هیچ عذر قابل قبول نیست. یک منافق در پیش روی عوف ابن مالک رضی الله عنه در مورد قاریا که مرادشانم پیغمبر علیه السلام و صحابه کرام بود، این گپا را گفت که نعوذ بالله قسم یاد کرد که خیلی شکم دوست از این مردم که من دیگه را ندیدم، و خیلی از این مردم که بزدل دیگه مردم ندیدم، و خیلی نعوذ بالله دروغگو مردم از این مردم دیگه ندیدم. امی منافق در پیش عوف ابن مالک رضی الله عنه این گپا میزنه. عوف ابن مالک رضی الله عنه گفت دروغ گفتی بدبخت خبیث، وی مردم صادق ترین مردم است، شجاع ترین مردم است و هیچ نوع تمایل به مادیات پرستی نداره. و همین گپا به پیغمبر علیه السلام گفت که ما میگم. قبل از اینکه به پیغمبر بیایه قصه کنه، جبرئیل امین این آیات را روان کرد. چرا که مردم باز پیش آمد پیش پیغمبر علیه السلام گفت که ما مذاق میکردیم. الله متعال میگه مذاق برای خود جای داره. آیا ما مردم در مثل میگیم که به هر چیز مذاق بریشی بابم مذاق، این کار مذاق به دینم مذاق؟ دین خو مذاق شده نمیتونه، ساتیری شده نمیتونه. از امو خاطر یک تعداد مردم که چیست تمثیل بعضی دوستا را میکنه، گاهی رفع الیدین به یک قسم خنده میکنه، گاهی آمینه اینطوری گپا را میکنه، یادشان باشه که نعوذ بالله مصداقی آیت میگرده. چرا که یک چیز به مذاق کردن این در مسائل دین قطعا درست نیست. طلاق به مذاق عین طلاق است، اگر چی تو مذاق کرده باشی این کار دین است. همین قسم کلمه کفر به مذاق گفتن این مسئله دین است. از امو خاطر است
کسایی که پارچه های تمثیلی را در تلویزیون انجام میده، اگر سری ریش مردمی گپا میکنه، ایام استهزاء به دین است، بفهمه که ایمانشان تباسته. بسیار احتیاط بکنه که گپا را نکنه. در این روزا ما شاهد کدام عکسی بودیم که کسی که مواد مخدر زیاد کشیده و نعوذ بالله پودری شده، ریش برش کشیده، لنگی را برش زده، اینطور فکر میکنه که هر جای پودری اینمی مردمایی که یک کمی حلی دینی داره امیاسته. وزارت مواد مخدر باید بدانه که توهین به دین است و اینمی نعوذ بالله تمثیل ریش است. ریش آل شعار مهم مسلمان گشته و ازمی دنیای کفر سخت خار میخوره. از امو خاطر خوش نداره که یک مسلمان در روی خود ریش داشته باشه. از او خاطر سر شعائر اسلام استهزاء کردن قطعا درست نیست، انسان از ایمان میکشه. الله متعال اینجا بیان کرد. پس کسی که کاریکاتور پیغمبر میکشه اگر مسلمان باشه کافر است. کسی که فیلم‌ها را جور میکنه در اونجا نعوذ بالله خصوصا در حق ازواج مطهرات و صحابه کرام توهین و تحقیر کرده، منزلت ازوا را پایین آورده، ایام نعوذ بالله از دین میبرایه. چرا که استهزاء به چیست؟ بگوی به دین است. استهزاء به دین انسان کافر میسازه. شما نواقض اسلام کتابش خامخواه بخوانید. هر مسلمان برش ضرور است که نواقض اسلام بخوانه، به خاطر که ناگهانی از دین نبرایه. کدام چیزا اسلام میده میکنه از بین میبره. انسان باید بدانه. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. صحابی میگه که امی منافق دیدم که در پای اسب رسول الله امی تو ټکور میخورد و خود آویزان کرده بود و رسول الله برش میگفت که لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. عذرا را پیش نکنید، شما خو پس از اظهار ایمانتان در زبان کفرتان آشکارا کرده بوده. کافر خوب بودن قبلا، خود ظاهر نکرده بودن. در زبان خود ایمان ظاهر میکرد، حال کفر خود ظاهر کرد، برملا شده. ان نعفو عن طائفه منکم، الله میگه اگر ما عفو میکنیم از یک طایفه، یعنی توفیق توبه برش میدیم، زود عذاب سرش نمیاریم. نعذب طائفه، عذاب میدیم طایفه دیگر. چرا؟ بانهم كانوا مجرمین. الله دشمنی ذاتی کسی نیست، به سبب از کیا بودن مجرمین، خب در گناه محکم شده، هیچ توبه نمیکنه، یار ما خامخواه عذاب داده نیستیم. الله متعال به طور قانون ذکر کرد اگر مجرم جنایت کرده از جنایت خود پشیمان نیست، بلکه افتخار سر گناه خود داره، بلکه او گناه را آشکارا انجام میده، الله خامخواه عذاب برش میده. ما عالی شاهد امی قسم مردم هستیم. یک تعداد افتخار گناه را انجام داده پنهان، لیکن او را به مردم قصه میکنه، افتخار سرش میکنه. یا ایسته که گناه را میکنه امو گناه پنهانم شده میتونه، اما ای جهرن به خاطر میکنه که دل مسلمان ها او شوه. الله متعال میگه که ما یار عذاب دادنی هستیم، امو طور نمیگذاریم شه. از امو خاطر هسته که پیغمبر علیه السلام در حدیث میگه کل امتی معافا، تمام امتم عفو برش میشه الا المجاهرون، بجز از او کسایی که گناه را جهرن میکنه. ایساز و رقص و دم و دمبازی کلش چی هسته؟ گناه آشکارا است. شراب نوشی که در میدانا و در محفلا میخوره این گناه آشکارا است. فحاشی و رویلوچی که در مجلسا میشه این گناه آشکارا است. الله متعالی طور مردم باز معاف نمیکنه، توفیق توبه از پیشش گرفته میشه. الله متعال توفیق توبه را و کسی میده که در قلبش خوف از چی داشته باشه؟ الله متعال داشته باشه. از امو خاطر الله در اینجا میگه که یک طایفه را خامخواه ما عذاب دادنی هستیم که مجرم است. مجرم او را میگه که در جرم خود مستحکم است، هیچ رو به توبه نمیاره. چقدر خوب که موسم بزرگ رمضان مبارک است. دعا در وقت افطار و دعا در وقت سحری، در دو موقع الله قبول میکنه. از جرمای خود انسان چی بکنه؟ توبه بکنه، رجوع به الله بکنه. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مردای منافق و زنای منافق بعضی از یا من بعضی از بعضی دیگر هستند، یعنی کلشان یکسان است. امو قسم نعوذ بالله مفکوری غلط، تمی غلط، هدفی غلط و نادرست که یکیش دارد دیگه شام داره، یا در فساد خود، در رذالت خود نعوذ بالله با اهداف شوم خود یکسان هستند.
منافق چی مرداست چی زناستن، کلشان از یک جا سر میکشه. چی میکنن؟ یأمرون بالمنکر، امر میکنه به منکرات، و ینهون منع میکنه عن المعروف، از کارهایی که معلومدار در شریعت است، و یقبضون ایدیهم، دستای خود بند میکنه از انفاق، از مصرف کردن در راه الله متعال. نسوا الله فنسیهم، طاعت الله را فراموش کرده الله را این مردم، فنسیهم الله یارا ترک کرده، یعنی محروم ساخته از خیر. ان المنافقین هم الفاسقون، یقینا منافقین هم یا فاسق است. فاسق کسی نمیگه که از دایره شریعت بیرون میشه، اگر در مرتبه کفر برسه کافر است. از او خاطر منافق این در مرتبه کفر رسیده. چرا؟ به خاطر که در قلب خود باور و عقیده به ایمان به اسلام نداره. از او خاطر یا منافقین فاسق است، یعنی مکمل از دایره اسلام بیرون شده. در اینجا الله متعال بیان منافقین میکنه، مرد و زنشان کلشان یک هدف داره، زحمت و محنت و تلاششان برای یک هدف است. امروز ما میبینیم برای شایع کردن فحاشی و عیاشی، برای از این که بندوباری زیاد شوه، احکام اسلام مستحکم نشوه، بندوباری زیاد شوه، این مردم شب و روز تلاش داره. چرا؟ یا یکسان هستند، یک هدف داره و یک قسم مبارزه داره. منافقین و منافقات معلوم میشه امریکا با روس یک جاست، نمیگه اردویشان بر قدرت یکی با دیگه مخالف است، اما زمانی که اسلام سرکوب میکنه از یک جا سر میکشه. در جایی که مسلمانان ذلیل میشه اردویشان کمربسته یکی دیگه است. از همون خاطر الله متعال میگه منافق و منافقین یا کلشان یک هدف و یکسان است. علامه شامیسته امر به منکر میکنه و نهی از معروف میکنه. چیزی که معلوم در شریعت سوره منع میکنه و چیزی که منکر سوره یکی دیگه خود دستور میده. این طوری مردم در بین جامعه امام پیدا میباشه، توی از توسته لیکن اندیوالای نااهل در گرد جمع میشه، وادار میسازه که میگه در توی فلانی خان رقاصه بیار، رقاصه را بیار. یکیش میگه پیسه شما میدم، دیگهش میگه موتر ما میدم، دیگهش میگه این کاری شما میکنم. یا اونمو منافقین و منافقات است که قرآن وارا ذکر میکنه. چرا؟ برای شیوع فساد یا محنت میکنه، اما برای امر بالمعروف هیچ توجه نمیکنه. وعد الله المنافقین، الله وعده کرده منافقین و المنافقات، مردای منافق و زنای منافق و الکفار و کل کفار، نار جهنم، آتش جهنم، خالدین فیها، که همیشه می باشد ای جهنم. هی حسبهم، امی جهنم کفایت میکنه برای ازیا، یعنی جزای مکملشان امی جهنم است. لعنهم الله، الله یار از رحمت خود دور کرده. ولهم عذاب مقیم، برایشان عذابی چه است؟ دائمی است. کالذین من قبلکم، بگو برای منافقین که شما با وصفی که شما این تلاش دارین نعوذ بالله فساد شایع کنی، از نفاق کار بگیره، لیکن حالت شما کالذین به مثل کسانی است من قبلکم که پیش از شما بود. درس باید بگیره. انسان از ما سبقی خود از تاریخ گذشته درس میگیره. حالات مردم ارزیابی میکنه، کی کامیاب و کی ناکام. شما همی قدرم نمیفهمی، الله وجدان از پیشتان گرفته. حالت شما به مثل کسانی است من قبلکم که پیش از شما بود، کانو بودن اشد منکم، خیلی سخت از شما، قوتن از روی قوت، مال اولادشان داراییشان زیاد، و اکثر اموالا و اولادن، زیاد بودن از شما کده در مال اولادم، مقاومتی قوی هم داشتن، خیلی زیاد مال اولادم داشتن، لیکن مقاومت وقتی که نظام الله را قبول نکردن الله تباه کرد. فاستمتعوا بخلاقهم، فایده گرفتن، نفع گرفتن به حصه خود که الله از مال و مرتبه دنیا برشان حاصل نبوده بود، از همو بری خود فایده گرفتن. فاستمتعتم، شما فایده بگیری بخلاقکم به حصه‌تان که الله براتان نوشته کرده. کما استمتع الذین من قبلکم، مثل که فایده گرفته بود کسانی که پیش از شما بود بخلاقهم به حصه تقدیری که الله برشان نوشته کرده بود. و خودتم، شما داخل شده کالذی، به مثل کسانی که خود داخل شده بودن، یعنی شما داخل شده در بدگویی دین، به استهزای دین، او مردم هم در بدگویی دین داخل شده بودن. چه چل شد انجام و عاقبت؟
اولئک حبطت اعمالهم، این مردما برباد شده عملایشان فی الدنیا در دنیا والآخرت در آخرت. نه در دنیا برشان فایده رسانید که مانع غلبه مسلمان ها شود، بلکه یا مغلوب شدن مسلمان ها غالب گردیدن، و در آخرت هم اعمالشان باطل است به خاطر که سبب دخول جهنم شده، آتش شده. و اولئک این مردم ها هم الخاسرون، تاوانی. همین مردم های تاوانی است، تاوان یا زیاد کرده. تاوانی مردم کدام است؟ که سرمایه خود از دست داده باشه و یک چیزی را به دست نآورده باشه. بزرگترین سرمایه به نزد هر انسان امکاناتی که الله در وجود انسان گذاشته به انسان داده، قوی تفکر و تعقل، قوی شنیدن، قوی خواندن، قوی دیدن، اینمی قوت ها را الله برات داده. این سرمایه بزرگیت است. توسط این سرمایه کمایی کو برای خود. مثلا الله قوت داده بود، ما قدم خود در کار انداختیم، آمدیم در ترجمه، آلی گوش خود، هوش خود، فکر خود، چیستا چشم خود مکمل متوجه به این ساختیم. اینمی را کار گرفتن میگه. اگر این امکانات در راه درست در کمایی راه حق استفاده نشوه، انسان اصلی سرمایه را از دست داده، تاوانی مکمل امی مردم کرده. چی جای ازی که یک آدم امی امکانات در راه غلط استعمال کنه، امی صدای خوب در آوازخوانی، امی چشم خوب نعوذ بالله در چیستا در جاهای بد دیدن، امی گوشی خوب برای شنیدن غیبت ها و نعوذ بالله موسیقی ها، اینمی قسم امی فکر خود در جور کردن چالش ها برای مسلمان ها. دیگه اینجا سرسخت تاوانی امی آدم است. الله میگه اولئک هم الخاسرون، این مردم ها سخت تاوانی شد. و منافقین تاوانی به خاطر چی بود؟ که کل عمر خود محنت و زحمت به این خاطر کردن که اسلام مغلوب شود و کفار غالب شود. الله برعکس کرد، اسلام غالب کرد و کفار مغلوب کرد. دیگر هم زندگیشان دمی محنت و زحمتشان تباه شد، هم در دنیا همو توقعی که داشت به دست نآمد، و هم در آخرت تباه شدن. الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم، قرآن ما را به مختلف راه تنبیه و آگاهی میده. گاهی ضمیر خودی ما را مخاطب قرار میده، گاهی بگوی به رفتن به او داستانای مردم سابقه. الله متعال داستانای انبیا و قومای سابقه را ذکر میکنه